درنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسې هم په تمه یاست او شیبې شمارې د 1498 هجري لمریز کال د پای ته رسېدو په درشل کې یستو قرار لرو. په 1498 هجري لمریز کال کې افغانستان په اقتصادي، امنیتي، ټولنیزو او سولې برخو کې د سترو بدلونونو او پیښو شاهد و. بیلګه یې په تېرو نږدې 2 اونیو کې د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کېدل دي. درنو لیدونکو د 1498 هجري لمریز کال د پیښو په تړاو د بحث لپاره راسره همدا اوس په سټډیو کې سیاسي شنونکی فضل من الله ممتاز دی او له دوی سره به په دې برخه کې هر اړخیز بحث ولرو. ښاغلی ممتاز، تاسو ته په سټډیو کې هرکلی وایم، ستړي مه شئ. مخکې له دې چې د ولسمشر غني او عبدالله د تحلیف مراسمو ولسمشرۍ ټاکنو پایلو ته راشو، غواړم 1498 هجري لمریز کال په مجموع کې د سیاسي ناندریو، ملکي تلفاتو او نورو ستونزو ترڅنګ د سولې لپاره یو ډېر مهم کال و. غواړم وپوښتم چې ستاسې لیدلوری په دې برخه کې څه دی که پیل له دې ځایه کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین. سلام ببینندگان عزیز خدمت شما. متاسفانه این را بگویم که تنها یک سال ازی نبوده که 98 به پایان رسید. در موضوع سال در نظر بگیریم، ببینید 40 سال از برآمدن روس، جنگ داخل شدن روس ها و جنگ روس ها و 40 سال جنگ میگذره. بله. ولی عادتا شما میبینید که 40 سالگی نهایت بلوغ و رشد عقلانیت یک انسان میباشه، ولی متاسفانه بعد از 40 سال گذشتن سیاست مدارای ما فعلا کسایی که سرنوشت افغانستان به گرو گرفتن، اینا به یک رشد و عقلانیت سیاسی هم نرسیده. هنوز هم طفل سیاسی هستن. متاسفانه بازی های را انجام میتن که اصلا یک کودکانه و طفلانه به نظر میرسه. می حالتی که ما شاهد حالت فعلی آقای ممتاز، میشه اگر واضح بسازین هدفتان از کیها هست؟ منظورتان؟ البته بیشتر دیگه همین اغلب سیاستمدارای ما، اغلب احزاب سیاسی ما، بله، در این 40 سال که سرنوشت مردم افغانستان اینا به گروگان گرفتن و متاسفانه اینا کم نمیشن بلکه زیاد شده. به معنی ایزی که چیه؟ شما اینمی حالت فعلی را که شما بحث میکنین در این سال گذشته، بله، شما فقط یک قضیه را ببینید که ما از یک قضیه خلاص نمیشیم که بعد دیگه موضوع دوچار میشه. 2 سال مکمل میشه، 1 سال نه 2 سال مکمل میشه که مردم افغانستان از شر انتخابات مفسد فاسد و او دموکراسی کورکورانه تحمیلی که برای مردم افغانستان امریکایی‌ها تحمیل کرده، ما خلاص نیستیم. به عنوان ازی شما میشه 2 سال معلوم است خدمه که همه روز مردم در جاده ها، در خیابان ها، در جنجال او انتخابات مبتذل فاسد پارلمانی بود. درست است اگر کدام کسی در این ملاحظه داره که در افغانستان انتخابات بود یا درست بوده، فکر نکنم به عقل خود مراجعه کنه برو وقف بشف خانه. حال ازی گذشته تیر شدیم در این انتخابات به نام انتخابات فاسد مفسد ریاست جمهوری. یعنی اینال اقتصاد افغانستان، امنیت افغانستان، فقر افغانستان، همین بدبختی هایی که امروز مثلا موضوع کرونا است، همش به این تحولاتی را که ایری مفسدین برای ما در جامعه ما حاکم ساختن فعلا در فضای ما حاکم است. اینا همش عامل اصلی از اینا هستند. متاسفانه با وجودی که یک مسلمان متفائل می باشه ولی خوشبین می باشه به سال نو، خدا کنه که این سال جدید ما از شر همین مفسدات حاکمی که در افغانستان حاکم است از شر از اینا نجات بیافیم و خدا کنه که یک سال صلح بوده باشه. خدا کنه که بهتر یک روز بهتر نسل آینده افغانستان، خدا کنه که از شر کرونا الان نجات بدیم، از شر کرونا سیاسی و کرونا مرضی. ښاغلی ممتاز، په بخښنې سره ستاسې خبره پرې کوم. د ټولو موضوعاتو تر راځو، پارلماني ټاکنې لکه څنګه چې ما په ابتدا کې وویلې،
په اوسني بحث کې موږ غواړو چې په مجموعي ډول په 1498 هجري لمریز کال کې مهمو پیښو ته کتنه ولرو چې دا پارلماني ټاکنې هم تر بحث لاندې نیول کېږي، ولسمشرۍ ټاکنې او کرونا او دې موضوعاتو ته راځو. غواړم پیل له سولې څخه وکړو. څه فکر کوئ د امریکا متحدو ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ په قطر کې بالاخره له ډېرو ناندریو او ناستو وروسته د سولې تړون لاسلیک شو؟ دواړو لورو خپلې غوښتنې درلودلې په دې برخه کې. څه فکر کوئ له امریکا سره د طالب سوله تاسو څنګه ارزوئ؟ پر بین الافغاني خبرو اترو به یعنی د تړون لاسلیک مثبت اغیز تر کومه بریدوي؟ ببینین یک موضوع بسیار مهم است. ما اگر میگیم که آزادی زندانیا و مذاکرات تدریجی باید دروغ تدریجی نگوییم. شما دیدین که امو خطای سرخی که بود بس سبز و زرد در تقریبا بین یک روز 24 ساعت تبدیل شد. و فی الحال موضوعی که کاملا ما یک کشور اشغال شده هستیم، بپذیریم یا نپذیریم. کسایی که نمیپذیرن خود گول میزنن، فریب میتن. در تاریخ هیچ وقت نشده که کسایی که به واسطه اشغالگر حاکم شدن هیچ وقت بگوین که ما اشغال شدیم، ما استقلال داشتیم. در اون وقتی که زیر تاثیر انگلیس ها وجود داشته، روسا حتی کمونیستان در او زمان نمیگفتن که ما اشغال شدیم از طرف اتحاد شوروی. وقت حالم نمیگم. فضای ما به دست نست. استقلالیت، آزادی از خود علامه ها و نشانت میشه. استقلال ارضی داریم نداریم، استقلال فضایی داریم نداریم، استقلال مالی داریم نداریم، استقلال سیاسی داریم نداریم. واضح است همه سرنوشت ما با اشغالگر گیره خورده. و شما امیر دیدین که در مدت 1.5 سالی که مذاکراتی که علنا روان، مذاکرات علنا، قبل از این مذاکرات مخفی روان بوده بین طالبان و بین امریکا، ولی اقلا علنا نشستی که داشته خلیلزاد وایسرای امریکی. ببین در همین قطعا حکومت افغانستان، زمانداره افغانستان در جریان قرار نداشت. نه درست است. و ادی حالت آن توافقاتی که بین علنی و مخفیانه محرمانه وجود داره بین امریکایی‌ها صورت گرفته، بین طالبان حکومت در جریان نیست. و قابل سمون بکن هم فهم لا یرجعون. اینا اگر کر هستن، کور هستن، ولی دیگه مردم آگاه هستن. اونا فورا قابل تطبیق است. حتی مثال واضح براتون بگم، مزید تشویش نداشتم از خاطر زندانی به طالبا که به تأخیر بنداز موضوع صلح را، به خاطر اینکه که انس حقانی به دوحه رسید. از این فرمان رئیس جمهور صادر شد. خط سرخ بود، درست است. 980 نفر قبلا که اعلان شده که با یک تلفن خلیزات بدون بایومتریک، بدون تضمین، بدون همین رها شد. عالم این توافقاتی که صورت گرفته بین طالب و بین نماینده امریکا خلیزات کاملا قابل تطبیق است. اینا به خاطر حرفایی که فعلا وجود داره، به خاطر استهلاک سیاسی روزانه برای مردم، ادی که به خود نشان بده که ما یک نوازنی، یا ای که به خاطر چانه‌زنی سیاسی داخلی گرفتار هستن، توجه مردم به مسائل زندانی صرف کنن. آن رسوایی، افتضاح، فاجعه که فعلا سیاسی در داخل کشور جریان داره، به خاطر صرف نظر از این موضوع با کاملا اون 5000 نفر رها میشه. توافقاتی که بین امریکایی‌ها و بین از اونها صورت گرفته و هم صورت میگیره. ضرور است که به دوستای ما فردا اقرا دروغایشان دراز مدت باشه، قصیر مدت نباشه. فردا این گپ روشن میشه، هیچ مشکل نیست. موضوع اشغال شما اشاره داشتین آقای ممتاز. پیش از اینکه به این موضوع بهم میخوایم میره بپرسم، موضوع 5000 زندانی طالب را شما اشاره کردین که بخش مهم از توافقنامه صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بود. اینا اگر رها شوند موقف شما در این موضوع چی است؟ و شما خبر دارین که موقف حکومتی است که گویا اگر رها شوی زندانی طالب که در قدم نخست ممکن نزدیک به 1500 اشخاصش بوده که اونا گفتن که مشروط است. علت در چی است؟ چرا رها نمیشه؟ و اگر رها شوه موقف شما چی است؟ و چرا این موضوعات بار بار به تعویق مفته؟ حالا ببینین ایوز ما که در مسئله پیچیدگی مسائل حقوقی قانونی داخل شدم، موضوع حقوقی قانونی دیگه موضوع است. بله. موضوع سیاسی دیگر موضوع است. یک چند تفاوتایی داره. بله. در مورد ای که ما با یک برنامه سیاسی به توافق رسیده امریکایی‌ها و طالبان، نه حکومت افغانستان، من رسیده
دیگه این مسائلی که میگن موضوع اندیشه این توافق اولا قابل از این نیست که اونا صلاحیت از این نداره که این مانع ایجاد کنن. بله. صلاحیت از این ندارن که اینا مشکل ایجاد کنن. بنده ها به زندانیا رها میشه. یکی دومی دیگه ای که موقف ما است، ما خوش ندارم که حتی یک شخص افغان مسلمان در زندانهای افغانستان وجود داشته باشه. اگر ما خواسته باشیم که به این مشکل 40 ساله دقیقاً پوښتنه هم دلته رامنځته کیږي چې تاسو وایي دا زندانیان خوشي کیږي، نو چې وخت خوشي کیږي او دته پلان نیول شوی دی، بیا بالاخره دغه خنډونو رامنځته کېدلو علت په څه شي کېدی؟ ولې بار بار خنډونه په دې کې رامنځته کیږي او که چیرې د حکومت لخوا حکومت غواړي څه په دې برخه کې؟ در اینجا دو موضوع است. یکی به خاطر توجه مردم آن چیزی که فعلا در فاجعه سیاسی، بحران سیاسی فعلا قرار داریم، میخوان که جلب توجه مردم رو به اون طرف بکشانن. بعضی ساده لوحات در مسائل حقوقی و موضوعات ازی حق العبدی و حق الله مثلا میپیچن، من صرف نظر میکنه به خاطر استهلاک روزانه هستن تا که اینا بخواین این موضوع رو توجه دیدگاه مردم از صرف نظر از موضوعات سیاسی داخلی اقتصادی به اون طرف جلب کنه. یک این موضوع است، یک چیزی آشکار و آوازی مطبوعاتی است. موضوع دیگه است که عین حال که زمامدارای ما فعلا در صدد از این هستند که بعضی امتیازگیری از بازار خود بکنن، از امریکایا بخواین که امتیازگیری کنن، مثل از که نتیجه انتخابات توسط امریکایا اعلان کردن. اینمی مسائل اعلان کردن که در حضور در اوج در مراسم اونا شرکت بدن، خاموشی را انتخاب کنن. روی از اینمی چانه زنای وجود داشته که این کار کردن. حال فعلا که چانه زنای دیگه وجود داره به خاطر اینکه اینا موضوع اشغال ایران که پیشتر شما اشاره داشتین ربطی به این موضوع داره؟ بدون شک اگر انتظار به داشته باشه شما گفتین که منتظر هستم تا امتیازگیری صورت بگیره. امتیازگیری صورت بگیره. اصلا همه مسائل علت در چیست؟ چرا در یک حالتی قرار گرفت؟ جناب یک تعداد کسایی هستن خدمت شما هستن، در طول تاریخ همین معروف است. بعض مسائل اگر خواسته باشه و نخواسته باشه، مثلا مسئله تاریخی است که ثبت در تاریخ افغانستان مثلا تاریخ ثبت میشه که افغانا انگلیس ها را شکست داد، درست است؟ در تاریخی هم ثبت شده که روس ها را شکست داد، با وجود اینکه غلامای انگلیس و گپ نمیپذیره، غلامای روس هم خلق تا به حال هم جدال داره که روس ها در افغانستان شکست نخورده، ولی یک موضوع اما افغانستان در مجموع این نظر است، این نظر است که شکست خورد. و در تاریخ همچنان در تاریخی هم ثبت میشه که 50 سال بعد 20 سال بعد در تاریخ هم ثبت میشه که افغان ها امریکایی‌ها را هم شکست داد. و یا ثبت میشه که یک تعداد غلاما میخواستن در همون وقت، یک تعداد غلاما توسط تانگ‌ها از اونا آمدن، در ریت بی 52 آمدن، یک تعداد غلامای دیگه که میخواستن که ببینیم پروژه 18 ساله سان 20 ساله و 25 ساله زیادتر تمدید شوه، مانع را ایجاد میکنن، ولی که اوی مانند اون موانعی است که روسا میخواستن افغانستان بیرون شوه، دمکریان خلقیا کمونیستا برشون گل پاش میدن که نروین شما، ولی اونا گفت میریم. حال اشغال از افغانستان بیرون میشه، توانمندی دیگه مقاومت در افغانستان نداره، اما دوستای ما فقط اینا میخواد که چند روز قراردادای تکمیل شه و آن چیزی که اینا میخوان. تنها این موضوع نیست که اینا داخلی بوده باشه، ولی این یک تفاوت دیگه وجود داره از وقت انگلیس ها کرده که اینا پاسپورتی چی داره، اینا خارجی نمبر 2 هستن، درجه 2 هستن، پاسپورتایشون نمبرایشون. شما شاهد خواد بودین که با این تمتراخ قال صحبت میکنه قبل از اینکه امریکایی‌ها پای خود از سرحدات افغانستان بیرون بیان، اینا پیش از پیش اینا بیرون میشن و باز حالت این مردم افغانستان میمونه اینا. ولی خواهش ما این است که مردم افغانستان در این مرحله تاریخی، در این مقطع تاریخی مهم درک کنن که دیگر مسئله این است که مخصوص حق الله را میگه و حق العبدی را میگن، اصلا ملای حق الله اینا نمیشناسن. حق الله را اگر میشناسن مردم به حالت گرفتار نمیشن. در 18 سال اینا چور و چپاول کردن، حق الله قطعا وجود نداشت در حکومت. در 18 سال 20 سال قطعا نه حق الله وجود داشت، نه حق الاسلام وجود داشت، قطعا فقط حق جیب وجود داشته و فرمانروایی از فرمانبرداری خود خارجی ها وجود داشت. فی الحال اگر شما در امید زیوی همین ششتن ما نشانیم ما مسئول حرفای خود هستیم، ابدا اینا نمیتونه که یک هفته دیگه موضوع زندانیا را تأخیر کنه. قطعا زندانیا رها میشه. آن توافقاتی که صورت گرفته بین امریکایی و بین طالبان کاملا فورا
قابل تطبیق است. این مذاکره این مصالحه مانند صلح حزب اسلامی نیست. حزب اسلامی اشتباه بزرگی را که کرده با این بود که با تضمین امریکایا این کار نکردن، با امریکایا نشست کرد به خاطر بین دقیقاً با او خاطر زندانیشان رها نشد. دقیقاً همین موضوع را میخوام یادآوری بکنم. وقتی که به گفته شما زمانی که امریکا بخواه کار صورت میگیره، دقیقاً در موضوع رهایی 5000 زندانی طالب، شما گفتین ممکن تا یک هفته آینده این پروسه رسما آغاز شود. وقتی که چنین یک مسئله است، شما چی فکر میکنین پس موقف گیری رئیس جمهور غنی به چی معنا که بار بار موقف گیری میکنه و میگه که مثلا مشروط است یا یک موضوع دیگر در میان میگذاره؟ شما چی فکر میکنین پس وقتی که اگر امریکا میخواد که این کار صورت میگیره و میشه، موقف گیری رئیس جمهور غنی را شما موضوع آغاز شده، بایومتریک شده، بندی رهایی بندی زندانیا همشان به دست امریکا در هر دو زندان، هم پلچرخی و هم بگرام، همش به دست امریکایی است. قطعا من خودم در شاهد قضیه هستم. همه مسائل این که میگه مشروط است، مشروط به این نیست که مصالح ملی، منافع ملی، آن چیزی که عنوان میکنن که تضمین میکنن که اونا برنگردن، مشروط یعنی خواسته های سیاسی، منافع اقتصادی شخصی خود از ایناست که این مشروط است. نو پس بیا پښتنه دلته دا رامنځته کیږي چې ولې د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ولسمشر غني د فرمان په تمه دی، پس ولې خپل فرمان نه ورکوي؟ جناب محترم، آیا ما در طول تاریخ افغانستان نشینی که وقتی انگلیس ها کار میکرد فرمان توسط عبدالرحمن خان صادر میشد، شاه شجاع صادر میشد، امیر عبدالله خان صادر میشد، فرمان صادر میشد. طبیعت طاغوتا در افغانستان امی است که غلام میباشند، در مقابل ذلیل میباشند، در مقابل خارجی ها و در مقابل فرعون، در مقابل مردم خود ظالم میباشند. آن جرائمی که در تاریخ افغانستان از دست غلاما و مزدورا در وقت انگلیس ها، در وقت روس ها، همچنین امریکا که صورت گرفته، اینا در که کسی که زیر دستشان از خود افغان ها بالای از اونا فرعون می باشن، کسی که بالایشان هستن خارجی ها در مقابل ازیا اینا غلام می باشن. این یک اصل است. مسئله از موضوعی که میگن که خلیلزاد میگه که فرمان چه طبیعی است. مثلا چرا؟ مثلا انتخابات. خلیلزاد به زبان بسیار آشکار کسی که میفهمه گفتن که انتخابات مشکل داشت و بود و چطور بود، چاره نداره چه رقم. حتی سفیر امریکا به یکی از رهبرای سیاسی افغانستان امیر گفت که ما دو انتخابات نمیکنیم، یکی انتخابات که اینو به دور دو ببریم، یکی انتخابات دیگه که طالبان بیا وقت صورت بگیره. بنا این انتخابات چرا لغو نمیکنن؟ لغو کنن. دقیقاً همینجا میخوایم یک اشاره داشته باشیم. انتخابات چرا به خاطر از این کار نمیکنن که اگر انتخابات اینو لغو کنه، حکومت موقت اعلان شه، مؤسسات تشریعی قانونی افغانستان تعطیل میشه، یعنی پارلمان از بین میره، لغو اعلان میشه، مجلس سنا لغو اعلان میشه، ریاست جمهوری این لغو حکومت موقت میشه. آقای ممتاز، اگر چنین حرفی امیر امریکایی‌ها نمیخواین که حرف و گفتن ندارن. دقیقاً اگر نتایج قابل پذیرش نیست به ایالات متحده، پس حضور راس ولسن سفیر ایالات متحده امریکا در کابل و همچنان آقای خلیلزاد در زمان تحلیف رئیس جمهور غنی در ارگ در کنار از اونها، حضورشان به چی معنا بود؟ اینمی چانه‌زنی، اینمی موضوع بندی 5000 بندی چی بود، زندانیا بود. یعنی شما هدفتان است که معامله صورت گرفته؟ طبیعی به کاملا آشکار است. ایش قابل این نیست. اگر کدام کسایی مثلا تحلیلگرای اجیر و تحلیلگرای استخباراتی میگه که 75% تحلیلگرایی که فعلا در میزای گرد حاضر میشن، 75% از طرف استخبارات خارجی داخلی تمویل میشه. اینا مرتزقای هستن که فقط وظیفه ندارن. اصلا اگر شما از پیش سوال کنید کدام ماموریت دارن، کدام تجارت دارن، نه، وظیفهشون در میزای گرد به خاطر استخباراتی، به خاطر اینمی قضیه هستن که مردم اذهان مردم مغشوش بسازن، بخواین مردم گمراه بسازن در مسائل سیاسی. حضور خلیلزاد، حضور امریکایی‌ها در مراسم تحلیف به خاطر اینمی معامله بوده که تا بتانه که
فرمان صادر شود در قسمت از بعضی موضوعات دیگه. در غیر از او شما خوب فکر کنین، یادتان باشه که یک شب پیش، دو شب پیش اعلان کرده که اشرف غنی اعلان کرده که آزادی زندانیان خط سرخ قطعا صورت نمیگیره، یا صلاحیت کسی نیست. ولی امین لحظه شما دیدین که بعد از در امروز روز گفت که ما فرمان صادر میکنم، فرمان صادر میشه و خلیزات در عموم جمهوری ملت به پیشانی ترش در اوجا حاضر شد. دیگه روز منافقت سیاسی خلیزات رو ببینید شما. دیگه روز اگر شما دیده باشید که در رادیو آزادی گفته که تا زمانی که تیم دکتر عبدالله در حکومت شرکت نکنه قابل قبول برای امریکایی‌ها نیست. اگر یادتان بوده باشه کلمه حرف همه شمول، حکومت همه شمول اولین دفعه از طرف وایسرای امریکی سفیر پیشین امریکا صورت گرفته که این انتخابات نتیجهش قابل قبول نیست، قوانین راضی نیستن به خاطر اینکه مشارکت وجود نداره، ضرورت است یک حکومت همه شمول بشه. بعضی وقتا طفلای سیاسی ما اشتباه میکنن، حکومت وسیع میگه، حکومت فراگیر میگه، ولیکن اولین بار که شنیدیم ای از طرف سفیر امریکا در او زمان گفتن که حکومت فراگیر باشه، همه شمول باشه. این حرفای است که مثل مادر وارد، چیزی که حالا هم ایالات متحده بالاش تاکید داره که باید مادرای خارجیشان در افغانستان حکومت همه شمول ایجاد شود، چیزی که همکنون مادرای خارجیشان بر طفل خود نطق میکنن که این حکومت فراگیر و فراشمول و این موضوع رو عنوان کنن و این موضوع 5000 زندانی صورت میگیره قابل نه ولی رئیس جمهور غنی ولی ولسمشر غنی په تازګۍ سره واضح ویلي طالب بندیان هغه مهال خوشی کیږي چې جګړې کرخه ته د نستنېدو په اړه تضمین ورکړل شي. ولسمشر غنی دا شی وایي چې دلیل هم دغه شی دی چې دغه پروسه ځانډېدلې ده. اوس د امنیت شورا نن دا خبرې کړي. څه فکر کوئ؟ هغوی خو واضح دا خبره کوي چې یعنی دلته د یو تضمین راکړل شي. دا تضمین د چا اخیستل کیږي؟ دا په دوحه کې د سیاسي دفتر نه تضمین غواړي دوی، که له طالب استازو نه دوی تضمین غواړي، که له امریکا لوري نه دوی تضمین غواړي چې باید په دې برخه کې تضمین وشي چې دوی بیرته د جګړې کرخې ته ونه ګرځي. څه فکر کوئ دا دریځ د حکومت پر ځای دی؟ ببینید خوب سوال کردن، سوال درست است جناب. تضمین کی کن؟ تضمین کی کن؟ پختن هم دارم، سوالم اینجاست. زمانی که شما با حزب اسلامی خودتان امضا کرده بودین، زمان کردین چی چیزی را تضمین کردین؟ چی چیزی را تضمین کردین؟ زندانیش رها کردین؟ قن نتانستین رها کنین، نتانستین، نکردین، نتانستین. ادغام مجدد افراد حزب اسلامی غیر از 3 نفر مامورین حزب اسلامی کسی را توضیح کردین قطعا صورت نگرفت. با مهاجرینی که میخواستین بگوین قطعا صورت نگرفت. همه این مسائل صورت نگرفت. بنابراین طالبا گفتن که با خاطر از که حکومت فعلی که آنجا وجود داره اینا مالک زمین و فضای محبس خود نیست، ما کاملا اطمینان داریم توافق با امریکایی‌ها گرفتیم، امریکایی‌ها تطبیق میکنه، چیزی وجود نداره. اما در قسمت از که میگیم به لفظ واضح گفته آیا من پیش خود سوال میکنم یک شب پیش از تحلیف به حرف واضح نگفته بود که قطعا اعلان نمیشه، وجود نداره؟ درست است. ال تضمینه که میخوایم. بله خط سرخ رئیس جمهور بود. خط رئیس جمهور بود. بله. انس افغانی خط سرخ نبود. درست است. ما میخوایم همه زندانی رها شود بلا استثناء. مثلا مسئله سیاسی وقتی موضوع سیاسی اما یک تعداد کسای ساده‌لو حکمیان یا ساده‌لو یا عمدن موضوع حق الله و حق العبد و موضوع قانون میگه، قانون اگر قانون بورکینافاسو و جنوب افریقا را میگفتن درست است، در افغانستان کدام قانون تطبیق شده خاص زیر پا کردن. مثلا در اینجاست که تضمینه که شما میخواین این سوال اینجاست که این از اینا پرسان چه که کی تضمین بده، کی تضمین بده؟ شما چی تضمینی دادین در با حزب اسلامی؟ همین دلیل بود آقای ممتاز که سوال را از شما پرسیدم. دقیقاً همین موضوع را ما میخوایم بگویم اگر قرار باشه که انتظار به این باشه که گویا معامله‌ای صورت بگیره و معامله‌ای در انتظار باشه در مسائل ملی و بساط کشور، پس چی فکر میکنید که بالاخره سرنوشت مملکت و سرنوشت کشور به کجا خواهد کشید؟ شما ببینید یک موضوع دیگه تنها تأخیر موضوع زندانی نیست. آیا کدام آجنده‌ای برای مذاکرات ما داریم فعلا با طالبان؟ کدام شما دیدین کدام آجنده داره؟ قطعا وجود نداره. آجنده‌ای برای مذاکرات وجود نداره فعلا که او اجماع کرده باشن اتفاق. آیا تا به حال یک اجماع سیاسی بین احزاب و بین حکومت وجود داره؟ نداره. آیا کدام اجماع سیاسی بین دو رئیس جمهور وجود داره
که نداره. درست است یا نه؟ آیا کدام اجماعی فعلا تا به حال در تعیین هیئت صورت گرفته یا نه؟ جای شرم و خجالت آور است به این کشور که نامه هیئت چند نفر به انتخاب خلیلزاد از طرف خلیلزاد اعلان میشه. چانه‌زنی ها در این مورد وجود جریان دارد. چانه‌زنی ها را بگذاریم سر. حال فعلا در این مدت که اینا تاریخ را که تعیین کردن که میگه تاخیر شده، آجنده وجود نداره، اصلا وجود نداره. اختلاف فیهی و متفق علیه وجود نداره. آیت متفق آیت وجود نداره. درست است. اجماع سیاسی بین احزاب بین حکومت وجود نداره. دو رئیس جمهور. حال فعلا یک مشکل دیگه هم هست خدمت. زمانی که ما یک زمان انتقاد میکردیم، ما شخصا خودمون انتقاد میکردیم در میزا، همین انتقاد میکنیم که طالب یک آدرس معین مشخص نداره که ما با او صحبت کنیم. درست است یا نه؟ کدام آجنده‌ای نداره با او صحبت. حال طالب آدرس مشخص معین هم دارن، آجنده‌ای خودم داره، برنامه خودم درست داره. حال فعلا طالب در فکر ازی است. طالب در فکر ازی است که با کدام آدرس اینا با صلح کنن، با سفیدار کنن. درست است. با ارگ ریاست جمهوری کنن، با احزاب سیاسی کنن، با کدام آدرس اینا صحبت کنن، با کدام آیت اینا نشست داشته باشن. فعلا حقیقت امر است که طالبا در رقیب اصلی خود فعلا اونا مجهول هستند. حیرت است در مذاکرات افغانی در رقیب بیرونی خود خارجی خود که امریکا صاحب صلاحیت است، اینا اتفاق نظر کردن، به اتفاق رسیدن، هم موضوع ختم شده، تکمیل شده. ولیکن آن چیزی را که عنوان میکنن بین الافغانی میکنن، با کدام آدرس مراجعه کنن؟ حالا سوال است آیا با اشرف غنی و تیمی که وجود داره با اونا مذاکرات انجام بده؟ آیا با تیم دکتر صاحب عبدالله انجام بده؟ یا با احزاب سیاسی که اونا اجماع داشتن، شورای عالی رو که ایجاد کردن با اونا صحبت کنه؟ آیا آیتی که از طرف دکتر عبدالله ترتیب شده با اونا صحبت کنه؟ آیتی که از طرف خلیلزاد انتخاب کرده امریکایا با اونا صحبت کنه؟ آیتی رو که احزاب میسازه با اونا صحبت کنه؟ آیتی رو که اشرف غنی ترتیب داده با اونا صحبت کنه؟ فعلا طالبا متحیر هستند، در حیران هستند که با کدام جهت اینا صحبت کنن. بناهن ضرورت عظیمی که اینا به سرنوشت فعلی افغانستان، اینا با سرنوشت افغانستان رو با بازی گرفتن. و مردم هم میگم که از این خواب گوسفندی بیدار شوند، مردم دیگر فرصت زیر نتن. ما در یک حالت فعلا رسیدیم، فقر از 60 و 65 70 درصد تحت فقر زندگی میکنه، بالا رسیده. اقتصاد ما در سال ختم شده. امنیت میگن که 60 درصد 50 درصد خاک افغانستان به اعتراف خودشان، اعتراف امریکایی‌ها، تحت سیطره مخالفین دولت وجود داره، تحت سیطره طالبان وجود داره. فضای سیاسی ما شما میگی یک سرک وزارت خارجه دو تقسیم شده. درست است. فی الحال شما ببینید جنایت دیگه که مرتکب میشه در این مرحله. ما برای رئیس جمهوری افغانستان، بر دو رئیس جمهوری افغانستان، بر دوش خطاب میکنم که شما از مامورین شما اردوش به رسمیت مشناسید. فعلا شما ببینید که دو رئیس جمهوری افغانستان فعلا چی بازی ها را انجام میدن. ماشای موظفین مامور دولت بیچاره مسکین مظلوم بیچاره که در این زمان و در این وقت به خاطر اولادای خود کتابچه بخره و قلم بخره، به خاطر ویروس کرونا که وجود داره که به خاطر یک واکسین بگیرن، به خاطر یک لقمنان که از ترس کرونا و کرونا سیاسی اینا امنیتی بیرون شدن، نمیتونن بیرون به یک لقمنان بخاطر یک بوجه آر 2.5 افغانی شده. اینا ماشایشان به خاطر از اینکه تو منسوب به ریاست اجرایی هستی، منسوب به ارگ هستی، منسوب به طرف ماشای از اینا را قید کردن، ماشای توشیح نمیکنن، ماشای از اینا را بند ساختن. 3 ماه ماشا پلیس ما معاش نداره، فعلا موظفین معاش نداره. این بیچاره منسوبین از افغانستان هستن، مسلمان هستن. اگر واقعا شما رئیس جمهور هستین، کرم و سخاوت ریاست جمهوری خدا نشان بدین، کرم رو بلا پشت ما حق از مردم بیچاره معاشایشان بدین. شما در اول سال خواهش میکنم خطا نکنید، در اول سالی شما که میبینین در مثال آیا فعلا مردم بیچاره مظلوم و ضرورت به کتابچه و قلم نداره؟ آیا در این مرحله که میگی ویتامین سی بخوره، از کجا ویتامین سی پیدا کنه این مردم؟ معاشایشان شما قید کردین، معاشایشان قطع یک اجیری بیچاره که بیچاره به خدا قسم است که 3 ماه میشه معاش نگرفته، 3 ماه معاش نداره. شما بودجه آر 2500 شده،
شما بیاین قیام نکنه حال دمی حالت بیچاره مظلوم بیچاره را شما ماشایشان قطع کردین، ماشایشان نمیتین، بودجه را توشیح نمیکنین، راه ها را بند انداختین. و دو تا رئیس جمهوری افغانستان شما لطف کنین به این مردم حق، مردم افغانستان ترحم کنین از برای خدا. 2 سال شده که در انتخابات فاسدی که از رحم کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات از زهرا شنواری و هوا نمنستانی طفل کور به میجان آمد. در انتخابات پارلمانی هم طفل کور کل آمد، در انتخابات رئیس جمهوری هم طفل کور و گنگ به وجود آمد. فعلا مردم حیران هستند، در حالت فقر و هلاکت رسیده، دیگه انتظار نمیکنن اینطور نشوه که مردم بس لقمه نان به خاطر لقمه نان طرفی حرکت کنند در طرف شهر و طرف وزیر اکبر خان یک بار شما را محاصره کنه. باز اون لعنتی که به نجیب تا آخرین لحظه خود که میخواست مسئله 40% و 50% مطرح میکرد با مجاهدین، نه خود نجات داد نه کشور بدبختی تا امروز قرار داریم. نخواهی که تاریخ شما را لعنت کنه. ښاغلی ممتاز، همدې موضوع ته غواړم چې تفصیلي راشم. څه فکر کوئ د روان بحران دوام او د دغه اختلافونو دوام به بین الافغاني خبرو اترو برخلیک کوم لور ته بوځي؟ حالانکه چې لکه څنګه چې د مارچ په 9 باندې په دوحه کې د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې توافق یا تړون لاسلیک شه، د افغانستان په شمول نړیوالې هیله مندۍ ډېرې زیاتې پیدا شو چې ګواکې ډېر ژر به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. اما لکه څنګه چې تاسې ورته مخکې اشاره وکړله، اختلافات ډېر زیات دي، حتی تر دې چې د پلاو یا د هیات په ټاکلو کې اختلافات ډېر زیات دي. هر ریاست جمهوری یو پلاوی جوړ کړی و، نوملړ ورته جوړ کړی و او هغه خپور شه. غبرګونونه ورپسې ډېر زیات ول چې سیاسونه ویلي چې دا موږ ته د منلو وړ نه دی او دا همه شموله نه دی. څه ډول همه شموله پلاوی باید جوړ شي او تر څنګ د دې اختلافاتو دوام په لنډه کې پوښتنه درنه وکړم څه اغېز لرلی شي پر بین الافغاني مذاکراتو باندې؟ آیا څه هیله مندۍ ورته شته نشته؟ از آخر شروع میکنم. ببینین که چطور ما می پیشتر در اول در مقدمه حرفای خود گفتم که اینا 40 سال از عمر سیاسی سن در افغانستان در حالت گذشته به بدبختی میگن اینا تا به حال به رشد سیاسی و عقلانیت سیاسی به بلوغ سیاسی اینا نرسیدن. درست است. تعامل طفلانه و کودکانه که اینا عمل میکنن، فکر میکنم که خود از اینا ساده لو هستن، خود از اینا فکر میکنم که به غرق هم شدن مردم دید. شما فکر کنید یک مسئله عادی، بله، امی میگه که در پشتو میگه که گیر دیما واق دی مولا. خود وقتی که شما به نام احزاب از احزاب شما نماینده انتخاب میکنین، برای احزاب پیشنهاد کنین بتن که اونا براتون نماینده معرفی کنن. شما تحمیلی اشخاص معین و مشخص را از احزاب خودتان انتخاب میکنین. درست است؟ خودتان انتخاب میکنین، اعلان میکنین به نام احزاب. آیا این امکان داره؟ این لیست را که اینا اعلان کردن یک لیست تحمیلی بوده، لیست تحمیلی اثر احزاب بوده. حالا شما همه احزاب اونا همتون شنیدین دیگه، ضرور نیست این تحلیل نیست. به اجماع گفتن که این لیست از طرف ما قابل قبول نیست، به خاطر اینا که اینا خودشان انتخاب کردن از بین احزاب، انتخاب کردن اشخاص معین مشخص. به نظر شما دقیقاً نمیره میپرسم آقای ممتاز، به نظر شما چی نوع یک لیست باید جور شود، چی نوع یک لیست باید آماده شود به خاطر گفتگوهای چند موضوعات چند موضوع خواهش میکنم که مرا وقت بتین که مهربانی. البته همتون اتفاق نظر داریم، عمر خودتون تقاضای زیرا میکنم که بیاد داشته باشین، اقل مطالعه کرده باشین. جنگ طالب با کی آغاز شده؟ با امریکایی‌ها آغاز شده بود یا قبل از آمدن امریکایی‌ها 5 سال پیش 6 سال پیش آغاز شده بود؟ درست است یا نه؟ با احزاب جهادی آغاز شده بود که کمونیستا به اون زمان یا نه اشرار میگفتن، طالبا آمدن شر و فساد گفتن و این سیکولرها که آمدن از بیرون از خارج اینا را جنگ سالار گفتن. جنگ با احزاب آغاز شده بود، طالب آغاز شده بود و این بارها ما گفتم، ما در این اعتقاد هستم که جنگ طالب قبل از آمدن امریکا آغاز شده، بعد از امریکا ادامه می داشته. شما دیدین در این روزها که طالب گفت جنگ خود ما با امریکا متوقف ساختیم، توافق رسیدیم جنگ ما با
نیروهای افغان ادامه نیروی افغان است. درست است یا نه؟ معنی ازی است که جنگ هم ادامه داشتن. کسایی که فعلا زمام امور به دست دارن اینا در جنگ افغانستان سهم داشتن، نه در صلح افغانستان سهم داشتن، نه در آغاز سهم داشتن، نه در ختمش سهم داشته باشند. این فرمول طبیعی است. اینا حتی تضمینه که شما میگین امی امضایی که طالب میگه امضا میکنه با طالب اول به خاطر اینکه میگه که این امضایی که این با ما توافق میکنه، اینا صلاحیت زندانیا رو ندارن، صلاحیت امر و نهی رو در افغانستان ندارن و در آینده هم تضمین نیست اینا وجود ندارن. به خاطر از اینکه اینا خارجی نمبر دوست به نام گل احمد و محمد گل و گلاجان اینا پس دوباره قبل از امریکایا فرار میرن. اینا اگر باور کنین گفتی طالب هم درست است. اینا یک بلست قبر از پدرشان در اینجا وجود نداره، یک بلست قبر از طفلشان در اینجا وجود نداره. من میره براتون میگم که آیا که میگه که تبادله زندانیا شو بین طالب و بین نیروی افغان، کدام فرزند از یا کدام بیادرزاده از یا کدام خارزاده از اینا کدام از یا در کجاست؟ الکس و طارق و مریم و فلان و همه در بیرون در نیویورک هستن، در اونجا اینجا در زندان طالب کسی از اینا وجود نداره. یک بلست قبر هم از پدر زیاد در اینجا وجود نداره، فعلا وجود نداره. یک نکاح ختم در اینجا وجود نداره که یارا به خاطر زن طلاق قسم بتن، یارا به خاطر از اینکه در مسجد و در محکمه افغانستان عقد نکاح از صورت نگرفته. بنابراین این تضمینی در مورد اونجا اگر میخواین که صورت بگیره، طالبا امریکا تا به حال خط امریکا را خلیلزاد فریب داده و به این قناعت داره که خلیلزاد به خاطر آجنده شخصی خدا، منافع سیاسی خدا در اینجا میره. همه خوارزاده خدا، همه برادرزاده خدا، همه که از فامیل ازی بوده، همه در بیرون دیپلمات مقرر کردن. چیزی که نتونسته بیرون کنه همیشه در 18 سال بیرون کرد با سرمایه خوب و همیشه. یعنی خواست خلیلزاد چی است؟ خواست خلیلزاد چی میخواد؟ فقط یک نظر تنگی که داره که فقط اونمو خانواده خدا اونمو یک تلکتار اینیمه را جدال بیرون که 18 سال. شما من از اینجا تلویزیون از اینجا اعلان چی فکر میکنن تا حال کدام عضو خانواده‌اش در اینجا زندگی میکنه؟ یعنی تنها به خاطر خارج کردن دمی 18 سال خارج کرد. در 18 سال همه گشانه با معاشای بلند تعیین کرد در بیرون دیپلماتا. قطعا نه یک خورزاده خلیلزاد، نه یک بیدرزاده از این، نه بچه کاکای از این، هیچ کس از این در اینجا چیزی وجود نداره. ختم شده، همه برده او را ختم کرد. اینا خلیلزاد در این موردی که شما یعنی هنوز هم در پای منافع شخصی خود است. طبیعی است که خلیلزاد میخواهد که تاریخ افغانستان را به منافع شخصی خود، خاندانی خود، فامیلی خود، اون اجنده 40 ساله که در راه جنگ 40 ساله افغانستان است و صلح افغانستان است، این میره رقم بزنه که وفاداری به فامیل خود کرده، تنها از خانواده خود قطعا بیرون شده. شما اگر دیده باشین در 18 سال که زیادتر کسایی که حکومت کردن، اکثریت 75% از یا نه 95% از کسایی بودن که یک دوره مکلفیت جاسوسی را در مؤسسات مختلف به نام پاملرین و به نام فلان فلان تجسیس تیر کردن از طرف انگلیس و امریکا اینجا توظیف شدن. اگر شما چند کاری که خلیلزاد اصرار میکرد در قانون اساسی، یکی کسی که دو تابعیت واسه یگانه اصرارش بوده که مسئله تابعیت در اینجا مطرح نشه، به خاطر از اینکه امو دوستایی که خارجیشان پاسپورتای خارجی که داشتن جهتای استخباراتی کار کرده بودن، اینا وارد صحنه شدن که شدن. دوم دیگه خودش در کتاب خود فرستاده عنوان میکنه که چطور اینا از ملاله جویا گرفته که کسای دیگه که دشنام میدادن به مجاهدین، به اسلام، به دین، خلیلزاد چطور جاگزین ساخته در مجلس لوی جرگه. اینی کسایی که به نام تبعیضی مثبت گفتن به نام خانمایی که شما ببینید اگر شما میخواید ممثل از خانمای افغانستان، برن یک نفر از قریجات پکتیا پیدا کنین، از پکتیکا پیدا کنین، از دایکندی پیدا کنین. خانمایی که از طرف از نیویورک و پاریس و از لندن و از جای دیگه بر ما وارد کردن به نام کوچی ها، اونا رو ممثل نماینده پارلمان روان کردن. اونا شکلش، زبانش به کوچه ها میمونه، لباس به کوچه ها اینا وارد کردن. به این مشکل نمیشه که دقیقاً سوال اینجاست، یعنی دقیقاً آقای ممتاز سوال اینجاست، اگر بین هم تفاهم وجود نداشته باشه و اختلافات نظرها به اوج رسیده باشه، چی فکر میکنین که بین کی اختلافات در کجا؟ یعنی ما میخوایم سوال ما تکمیل بسازم. زمانی که اختلافات وجود داشته باشه و تفاهم بین خود نداشته باشیم، سوال اینجا پیدا میشه که همزمان در ارگ ریاست جمهوری
محمد اشرف غنی مراسم تحلیف انجام میده و از سوی دیگر در قصر سپیدار هم آقای عبدالله چی فکر میکنین که انجام این مراسم چی پیام به نمایندگی از افغانا به جهانیان میتونه داشته باشه؟ بسیار سوال خوب سوال مطرح کردین. ببینید که جواب بشنوید. آیا ما در تولید مخدرات، فروش مخدرات اول نبودیم، اول نشدیم در جهان؟ درست است یا نه؟ در فساد اداری اول نشدیم، در فساد مالی اول نشدیم، در فساد اخلاقی از ضرب ریاست جمهوری تا معارف تا فدراسیون فوتبال تا پانتونا، فساد اخلاقی تو این سونامی، فساد اخلاقی کرونا، فساد اخلاقی دامنگیری همه مردم نشد. پانتون امریکایی در تحقیقاتی که انجام داده در عمودی که پیشمست سند است، در اون انجام میگه که 65% خانمایی که در ادارات دولتی کار میکنن مورد تعرض جنسی قرار میگیره. به مردم افغانستان چی مونده؟ درست است یا نه؟ بله. حالا فعلا در چیزی که یک چیزی که مونده بوده که در افغانستان رکورد قائم در تاریخ و شریعت تکرار نشده بود، موضوعی بود که افغانستان دو رئیس جمهور داشته باشه. بله. درست است رئیس جمهور و در دو رئیس جمهور در قلب پایتخت افغانستان دو رئیس جمهور. شما فی الحال شما ببین در ادارات دولتی که پیشتر گفتیم موضوع تحلیل نیست، شما برید یک دفعه تحقیق کنین، از پلیستان پرسان کنین، از دولتیتان پرسان کنین، از موظفین پرسان کنین که خط یه که به فلانی موظفین فلانا معاش ندین، به فلانی منصوب است، به فلانی شما اجرا معاشات اجرا نکنین، برکنار کنین. این حال فعلا چی در جهان فعلا ما فعلا مسخره شدیم، مسحک شدیم در جهان. دقیقاً ښاغلی ممتاز ډیره زیاته بخښنه غواړم، وخت هم کم دی، چون موږ غوښتل چې د 1493 کال په مجموع کې موږ او تاسې په همدې پروګرام کې راوسپړو سره تاسې مهم موضوعاتو ته اشاره درلودله. یو څه مهمې برخې پاتې دي، امنیتي برخې ته راځم، ګرچې په دې برخه کې هم پوښتنې ډېرې زیاتې وي خو پاتې شوې د وخت د کمښت له وجې نه. امنیتي برخې ته راځم، امنیتي حالات په هیواد کې یعنې په هیوادنۍ کچه په مجموع کې ډېر زیات خراب دی. په شپنیو عملیاتو، چاپو او هوایي بریدونو کې د ملکي تلفاتو کچه تاسې په جریان کې هستئ چې ډېره لوړه ده. ولې هر کال موږ د تیر کال په پرتله په دې برخو کې د پرمختګ پر ځای شاتګ کوو؟ یو څه ارقام دلته ما سره ول ما غوښتل چې زه تاسو ته ووایم، خو بخښنه ډېره غواړم، وخت کم دی، نه کېږي چې دلته زه تاسو ته یادوري وکړم، تاسو ځان سره نوټ ونیسئ. دقیقاً پوښتنه هم هغه کېږي چې تکرار نشي، د پرمختګ په ځای په مجموع کې خصوصا په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې ولې شاتګ کېږي؟ هر کال مو ارقام لوړېږي، د تلفاتو ارقام مو ډېرېږي. څه فکر کوئ په دې برخه؟ ما خدمت شما رئیس جمهور افغانستان در این 5 سال کسی قدر بوت خود تبدیل نمیکنه روزانه که یا وزیر داخله را تبدیل کرد، وزارت داخله و وزارت دفاع را در ارگان‌های امنیتی داریم. آیا شما شاهد از این نبودین که 3 ماه 2 ماه تیر نمیشد که وزیر داخله این که دیگر را برکنار میکرد، این برکنار کرد؟ ما چند شاهد بودیم از آقای علومی گرفتگی بگیریم تا جاهد، تا برمک، تا امرالله صالح، تا جناب محترم آل اندرابی. میبینید چقدر چیز تغییرات در چی است؟ اینم شما یک معامله میدانین؟ دلیلی از نصب‌ها چی بوده آقای ممتاز؟ سلیقه امنیتی سرقماندان اعلات به افتخار میکنن. آیا در یک کشور مثل افغانستان مقصر محمد اشرف غنی است؟ ما وقتی که مقصر میگم که رئیس جمهور میگه که به خاطر از اینکه بزرگ خانواده است، مسئولیت بزرگ تاریخی را به دوش گرفته. حالا شما چیه؟ حالا که عنوان کنه کی از هروال صحبت کنم امروز بگویم یا والی کاپیسا را بگویم که ملامت است؟ خب فکرم وقتی میگیری که رئیس جمهور که میگن مسئولیت بزرگ تاریخی که کلان خانواده، عالم برشان میگم که وقتی که شما مسئولیت بزرگ گرفتین فعلا چه آجندای مذاکرات نداریم، صلح که مربوط به امنیت است، فعلا هیئت متفق علیه نداریم، خود در مسئله امنیتی خود ارز بوت خود زیادتر تبدیل نمیکنیم که مسئولین قماندانای امنیه را قماندانای وزیر داخله و وزیر دفاع ما تبدیل میکنیم، امنیتی تبدیل میکنیم. این همچنان شما ببینید که امین وزیر امنیتی میگه که شما فعلا در قلب پایتخت
شما در سرک وزارت خارجه و دی افغانان و وزیر اکبر خان گشت گذار نمیتونید، همه دست به ماشه است. شما پس چی فکر میکنید که ما شاتک داشته باشیم یا پرمختګ؟ مننه کوم ښاغلی ممتاز له راتګه مو سټوډیو ته ډېره زیاته مننه کوم او درنو لیدونکو اوسنی بحث مو هم په همدې ځای پای ته رسیږي. د ویلو د لکه څنګه چې ما مخکې مو ویلې موږ غوښتل چې ډېرې برخې وي، نور پوښتنې هم وي چې دا موږ وڅېړو، خو د وخت د کمښت له وجې نه کېږي. نورو پروګرامونو کې انشاءالله په دې برخه کې موږ له تاسو سره یاستو. اوس هم ځو یوې لنډې دمې ته او تر دمې وروسته مه هېروئ چې زما همکاره سټوډیو ته راغلی او د 1 بجې دري خبرونه به تاسو ته وړاندې شي.